قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده در تاریخ سپاه پاسداران بوده که تا حالا کشته شده. حتی مهمتر از فرمانده کل سپاه. قاسم سلیمانی مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در چالش‌های سگانش با اسرائیل، آمریکا و عربستان بوده. در واقع مهمترین بازیگر جمهوری اسلامی در خاورمیانه. چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان می‌کشید؟ اگر جمهوری اسلامی قدرت نظامی، امنیتی و منطقه‌ای خودش رو محصول توان موشکیش و گروه‌های نیابتیش میدونه، با کشته شدن قاسم سلیمانی هدایت گروه‌های نیابتی به شدت آسیب دیده. با کشته شدن قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و سپاه به شدت ضربه دیدند. الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني. یک ضربه و شوک روانی به مجموعه طرفدارای جمهوری اسلامی وارد شده در خلأ قاسم سلیمانی با توجه به پرستیژی که بین طرفدارای جمهوری اسلامی داشت. در مورد تنش ایران و آمریکا هم کشته شدن قاسم سلیمانی تنش‌ها رو افزایش داده. به نظرم بعد از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 این مهمترین تنش میتونه بین ایران و آمریکا باشه. این که این تنش منجر به درگیری یا جنگ کامل هم خواهد شد، در درجه اول بستگی به واکنش و نوع واکنش و شدت واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن قاسم سلیمانی و در حرکت بعد واکنش آمریکا و حرکت بعدی آمریکا در مقابل حرکت احتمالی ایران بستگی خواهد داشت.